سلام عرض ادب خدمت تمام دوستای گرامی. امروز آمدیم به ولایت زیبای لغمان، شهر مهترلام بابا. ما یک سفر داریم منطقه به نام منطقه دره فرشغان. میریم اول به ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، بعد از آن به ولسوالی دولتشاه، بعد از آن به منطقه سرسبز دره فرشغان. امیدوارم تا پایان برنامه ما را ببینید و از برنامه لذت ببرید. قهرمان نیلخان این مفهوم داره؟ ورزشی میشه چون در فرشغان که از در فصل زمستان یک تورنمنت های ورزشی بعد از سپرنمودن یک سفر طولانی رسیدیم بالاخره به دره زیبای فرشغان، سویزرلند. بیننده های گرامی، دیگه گزارش بعدی برای شما فردا ارائه میکنم. سلام و عرض ادب خدمت تمام بیننده های گرامی. عطاالله وردک هستم از یوتیوب چنل آب دره، در خدمت شما حاضر هستم. در برنامه امروزی آمدیم به دره زیبای فرشغان، فعلا مربوط ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان می شود. در این برنامه می خواهیم دره فرشغان را براتان معرفی بگیرم. اینجا که ما استاد هستیم ایره به نام نیلخان یاد می کند. تصویری که می بینید او را به نام تینده یاد می کند و تصویر بالا را که می به نام بالاده یاد می کند. پسر ما که است اون منطقه را که می بینید او را به نام مرکز خود، یعنی مرکز نیلخان یاد می کند که بعد از آن روی برای او کو به نام سانمیر یاد می شود. بالای از او که است دره پنجشیر است. در طرف شمال ولایت زیبای نورستان شرقی که به نام نورستان کلگوش هم یاد میشه در این منطقه مشهور است. منطقه فرشغان با ولسوالی دواوس هم سرحد است. پسر ما که میبینید منطقه پایتک است. بعد از پایتک است کوه سانمیر است. بعد از کوه سانمیر که کدام کوری که شما تصویر میبینید، بعد از او کوتل ولایت زیبای پنجشیر است. و دست چپ طرف جنوب که میبینید اینجا ولایت زیبای کاپیسا با ولسوالی نجراب هم سرحد هستند. در برنامه امروزی میخوایم دره‌ای که به نام دره فرشغان یاد میشود ایره براتان معرفی کنیم. ایره به نام سویزرلند هم یاد میکنه، چون شما تصویر میبینید آبی روان، کوههای سرسبز. دیگه میخوایم امی کلش برای شما در یک صحنه براتون میشه. امیدوار هستم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید، مزایای برنامه لذت ببرید. در این برنامه میخوایم جاهای دیدنی، جاهایی که برای سیاحت مردم میاد، مشکلات از این مردم را برای شما شریک بسازم و تا شما برسانم. امیدوار هستم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
های گرامی آرزومند جور صحتمند باشید. اینجا که ما استاد هستیم، اینجا بازار منطقه اسکینی است که در ما است که از این صحبت میکنم درباره از این چیزی چی که میفروشه با ما معلومات. سلام علیکم بدر جان، اول خدا معرفی کنید. علیکم سلام، خوش آمدید. خوش باشید. سلامت باشید. اسم شیرالی است از ولایت لغمان لسال دولت شاه قریه فرجغان. و این بازار هم که از بازار که دان رود مربوط او نیلخان میشه. این یک موقعیت بسیار خوب و برای مردم به خاطر دکانداری و یک رفع ضرورت مردم یکون چیزا دکان‌های محلی بر چی شده درست شده و به خاطر زمین. دیگه چی میفروشی؟ اینجا که از این دکان چون که میبینی این به خاطر رخت فروشی است. او یگان رخت ها است که این مثال خریدش از جلال آباد کابل از اینجا میاریم دیگه. این رخت های مختلف است با قیمت هایشان هم متفاوت. از اینجا میبینی که هر رقم چیز موجود است، از رخت های مردانه گرفته تا رخت های زنانه و قسم واسکت و همه چیز، لباس های طفلانه و اینی چیزا به فروش میره. امی لباس هایی که اینجا بند کردی، اینی لباس هایی که به ما شما تصویر ما چمه، اینی لباس هایی که گند افغانی به نام گند افغانی میجاب میشه. اینجا به نام چی یاد میشه؟ این هم به نام یاد میشه او این معروف است در این کشور. بازی که از اینجا دختر میشه، یعنی ایرم از کابل و جلبات میره. اینی را که میبینی بینمی دیزاین مقبول که دختر شده، این دینامی جا دختر میشه او بینمی سایز فروخته میشه. او اینی رختایش که از توبکی میاد با اینی جواب مترکی بر مردم به فروش میرسونه. این اینجا دختر میشه؟ اینی از پایین دختگی میاد و از کابل و جلبات. قیمت از چند از باز قیمت شگه بگویی؟ قیمتایشان متفاوت است. قیمتای 2000 است، قیمتایش از 4000 6000. اینی قسم مختلف به دیزاینش و به شیپش فرق میکنه. سایز بده. تشکر. بینهای گرامی شما تصویر میبینید که اینجا رخت فروشی است. دیگه برادر ما شیرالی به ما معلومات داد که در اینجا رخت‌های زنانه، رخت‌های مردانه و دیگر واسطه چیزی رفع ضرورت سامانالات همین منطقه که میشه از جمعی. تشکر بیادر. سلامت خوش باش، بخیر باش. تشکر. چون اردو با دکان ازی میشه. گفتم به شیرالی که دکان دیگر ما معرفی کرد. وی دکان هم کس از خودش است. سلام علیکم برادر جان، اگه به ما معرفی کنی که اردو دکان از خودت است؟ بله آقا، در این دکان یک رخت فروشی است. این دیگه از قبیل چیزای مختلف است. امی پیسه کل از این منطقه را گز اینجا میکنم. والا چطور خوب است. امیجا که در چی نوشته کردی قهرمان نیلخان، این مفهوم داره؟ مربوط به ایچی ورزشی میشه، چون در فرجغان که از در فصل زمستان یک تورنمنت های ورزشی برگزار میشه از طرف جوانان او با دیجا اشتراک میکنی با تیم های مختلف از مناطق مختلف دیجا اشتراک میکنه. در سطح فرجغان مرکزیش بازار دانکارک میدان ورزشی در خدمت جوان است. با اینجا تیم ها که برگزار میشه با این رقابت بین تیم ها میباشه. امسال امی مسابقه را می تورنمنت کی بود؟ امسال این مسابقه تورنمنت لیگ امسال که گذشت در 2023 از 2018 الی 2023 پیاپی قهرمانی لیگ فرجغان تیم ملی نیلخان از آن خود کرده و 6 سال متمادی میشه که پیاپی را ایره حفظ کرده به خاطر از اینمی جوانا، ایره به خاطر انگیزه جوانا، به خاطر سطح ورزشی پیشرفت جوانا در شاخه‌های مختلف ایره نوشته کرده. واه بچهای نیلخان خیلی خطرناک هستند. چطور از بازارها چطور است اینجا؟ شکر از گزارا میشه دیگه نسبت به فروشات و این سودا را از خود از شهر مهترلام با ما میری؟ از مهترلام میریم، از جلال آباد، از کابل، هر جایی که خوبتر تمام شود از اینجا میریم که کمی غریبی مردم شود، گزاری از نام شود مردم. یا خاطره جالب قصه که با ما. خاطره جالبی است که مثلا در نظام‌های سابق اینجا کدام برنامه یا خبرنگاری یا پرسان یا مثال چیزی رسانه ها نامده بود. قبلا یک چند وقت پیش یک رسانه آمد اوی بار دومش است که در اینجا میآید. بار دوم که ماستم بار دوم شما اینجا حضور دارین، ان شاء الله ما سر شما اطمینان داریم که شاید در کل شما ما میخوایم منطقه فرجغان برتون گشت گذار کنیم. این مناطقش باز با قریات مختلف تقسیم شده. تشکر امید میریم دیگه. ما نابلد هستیم این قرار را میریم دیگه میبینیم که کدام قرار بگیریم. ما میریم مناطق دیگه بالا فرجغان میگه زیاد مونده. زنده باشیم. ما میگه در سر ما تا بال داخل فرجغان هم نشدیم. ان شاء الله چکر بزن، سیاحت خوش و برنامه خوب برای میخوایم. موفق باشید. سلامت.